سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: بررسی وضعیت زندان و زندانیان ولایت پنجشیر توسط مقامات حکومت افغانستان، افزایش بی‌سابقه تجارت ریلی میان افغانستان و ایران، و تاکید سازمان ملل بر پایان اشغال فلسطین. امروز دوشنبه دوم ماه سنبله سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداره ریاست الوزراء در سفرش به ولایت پنجشیر از زندان این ولایت دیدن و وضعیت زندانیان را بررسی کرد. مولوی عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات و تکنولوژی و معلومات، ملا رحمت الله نجیب معین وزارت امور داخله نیز در این سفر حضور داشتند. آقای حنفی در جریان بررسی وضعیت زندان پنجشیر با زندانیان به صورت جداگانه دیدار و مشکلات و پیشنهادات آنان را از نزدیک شنید. در همین حال حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر گفته است که هیچ زندانی سیاسی در زندان پنجشیر وجود ندارد و تنها زندانیانی که قضایای حقوقی دارند و شمار آنان به 59 تن میرسد. اخیراً هیئت بر اساس فرمان امیرالمؤمنین موظف شده است تا وضعیت زندانها و زندانیان را در سطح ولایات بررسی کنند. سفارت ایران در افغانستان گفته است که انتقالات ریلی میان دو کشور از کمتر از 15,000 تن در سال به حدود 130,000 تن در ماه افزایش یافته است. به گفته این سفارت، شرکت راه آهن ایران پیش بینی کرده است که این میزان در یک سال به حدود 1,500,000 تن خواهد رسید. وزارت امور داخله میگوید که یک مرکز 1000 بستری تداوی و حمایت از معتادان مواد مخدر در ولایت ننگرهار افتتاح شد. مولوی عبدالرحمن قاسمی معاون ملکی معینیت مبارزه با مواد مخدر این وزارت در مراسم افتتاح این مرکز گفت که رهبری برای تقویت و حمایت از مراکز تداوی معتادان تلاش می‌کند. اخیراً برای تداوی معتادان مواد مخدر و ایجاد مراکز درمانی معتادان در کشور توجه ویژه‌ای صورت گرفته است. و در خبر آخر الجزیره گزارش داده است که فرانچسکا البانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، بر ضرورت اقدام برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم اسرائیل تاکید کرده است. البانیز همچنین خواستار استقرار فوری یک نیروی حفاظت بین المللی در کرانه باختری و نوار غزه شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.